سلام به همه بچه‌های گل، بچه‌های توی خونه، پسرا، دخترا، دانش آموزای گل و مؤدب و تمام عاشقای ریاضیات. به کانال ریاضیات بینگو خوش اومدین. بنده مفتخرم که در این روز و در این لحظه مجموعه کامل آموزش ریاضیات دهم رو استارت میزنم. توی این مجموعه همونطور که از اسمش مشخصه کتاب ریاضی دهم رو به صورت کامل و مفهومی بررسی میکنیم، مثالهای متعددی رو کنار همدیگه حل میکنیم و امیدوارم که این مجموعه بتونه برای دانش آموزا مثمر ثمر واقع بشه. من همونطور که گفتم کتاب رو به صورت کامل و مفهومی بررسی میکنم و جزوه‌ای رو برای شما تدارک دیدم، یه جزوه کاملی رو از مباحث مختلف کتاب ریاضی دهم برای شما تدارک دیدم و اون جزوه رو به مرور توی کانال تلگرام ریاضیات بینگو قرار میدم. اونجا عضو باشین، جزوه براتون قرار میدم، بعد نمونه سوال کنار هم دیگه حل میکنیم، آزمون و سوال امتحانی و از این دست موارد. و اگرم یک زمانی مشکلی، بدفهمی، کجفهمی یا یک حالا سوالی داشتین، میتونین به لینکی که حالا تو پایین گذاشتم، لینک بالایی برای کانال هست و لینک پایینی برای گروه هست، میتونین به گروه ما مراجعه بکنین، اونجا سوالتون بفرستین و من تا حدی که ممکن باشه برام به سوالاتون جواب میدم. آیدی کانال ما @math_bingo هستش و گروه همونم math_bingo_chat. برای شروع بریم سراغ فصل اول از کتاب ریاضی دهم با عنوان مجموعه الگو و دنباله. قسمت اولش رو بریم شروع بکنیم. خب اولا اینکه مجموعه چیه؟ مجموعه رو قبلا یاد گرفتین، اما خب کوتاه میریم مثلا مفاهیمش رو و تعاریفش رو یه مرور میکنیم تا برای اون یه یادآوری بشه. مجموعه چیه؟ اگر ما بیایم یک تعداد اشیا، شخص و غیره رو دسته‌بندی کنیم بهش میگن یه مجموعه. مثلا من میام دوستایی که تو مدرسه دارم یا رفیقامو، حالا چه تو مدرسه چه توی محلمون، اونا رو میام دسته‌بندی میکنم، بعد توی یک حالت گروه قرار میدم. بعد به اون میگم مثلا مجموعه دوستانم در کلاس یا مجموعه دوستانم توی محلمون و این میشه یه تعریف ساده از مجموعه. حالا من میتونم این دسته‌بندی رو برای عددا هم انجام بدم، یعنی مثلا یه تعداد عدد رو بیام توی یک مجموعه قرار بدم، توی یک گروه قرار بدم و یک مجموعه از عددا بسازم. بعد نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت اینه که مجموعه ها رو با حروف بزرگ انگلیسی نامگذاری میکنم. برای مثال بریم یه چند تا مجموعه رو بررسی بکنیم. مثلا مجموعه A با اعداد فرض کنین 2 و 4 و 6، همین سه تا عدد. الان من یه مجموعه دارم با سه تا عضو شماره 2، عضو شماره 4 و عضو شماره 6 که داخل این مجموعه من قرار گرفتن. میتونم همینجوری مثلا دل بخوای اعضایی که مثلا دلم میخواد داخل مجموعه بذارم، یا میتونم مثلا یه قانونی برای خودم تعریف بکنم یا یه شرطی برای خودم بذارم که آقا مثلا عذرخواهی میکنم که مثلا اعضایی که قرار داخل مجموعه قرار بگیرن مثلا عددهای فرد یه رقمی باشن. فرض کنین مثلا مجموعه دوم رو با حرف بی انگلیسی که گفتم باید حرف بزرگ باشه، با حرف بی انگلیسی نامگذاری بکنم. گفتم چی باشن؟ عددهای فرد یک رقمی میشن چیا؟ 1 3 5 7 9 دیگه آخرین رقم فرد یک رقمی میشه. این 5 تا عدد میشن 5 تا عضو داخل مجموعه من و این یک تعریف کوتاه و تقریبا آسون از مجموعه بود. اما حالا در مورد این مجموعه که یاد گرفتیم اینا قانون و قاعده مشخص حالا ممکنه داشته باشن، ممکنه نداشته باشن. در کنار اینها که مجموعه دل بخواه و مجموعه دلخواه محسوب میشن، ما یک سری مجموعه‌ای داریم
که خاص هستن و شاخص هستن و هر کدوم ویژگی های مخصوص به خودشونو دارن. اینا رو قبلا خوندیم. برای مثال دونه دونه تمام این مجموعه رو میخوایم بررسی بکنیم. مجموعه اعداد طبیعی، اسمش هم من اینجا کنارش می‌نویسم، مجموعه اعداد طبیعی که با حرف n و یه دونه خط کنارش نشون میدم. عددهای طبیعی چیان؟ عددهایی که به صورت حاضر و آماده توی طبیعت یافت میشن. مثلا عدد 1، عدد 2، عدد 3، عدد 4 و الی آخر، همینجوری تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. تمام عددهایی که توی طبیعت یافت میشن و وجود دارن ما تو مجموعه اعداد طبیعی قرار میدیم. مثلا من میتونم بگم که 2 تا درخت، 3 تا ماشین، 4 تا آدم، اینا عددهایی که توی طبیعت به وفور یافت میشن. پس این چی شد؟ مجموعه اعداد طبیعی که قبلا هم خوندیمش. مجموعه بعدی که همون انگار اعداد طبیعی فقط یه عضو اضافه تر داره، مجموعه اعداد حسابی هستش. عدد حسابی همون عدد طبیعی هم، فقط یک عضو شماره 0 و عضو 0 رو اضافه تر داره. 0، 1، 2، 3 و همینجوری تا آخر ادامه پیدا میکنن. مجموعه بعدی مجموعه اعداد صحیح هستش. عددهای صحیح چیا بودن؟ عددهای منفی 0، -1، -2، -3 الی آخر و عددهای مثبت که همون مثلا مثل عدد طبیعی میشن 1 و 2، 3 و الی آخر. حالا چرا من موقع نوشتن عددهای مثبت اینا رو سمت راست نوشتم، موقع نوشتن عددهای منفی اینا رو سمت چپ نوشتم؟ چون قبلا اگر یادتون باشه محور اعداد یاد گرفتیم، روی محور اعداد عددهای منفی میافتادن سمت چپ و هر چقدر ما به سمت چپ میرفتیم، هر چقدر در جهت سمت چپ پیش میرفتیم، این عددهای ما کوچیک‌تر میشدن. درسته که رقمش بزرگتر میشه، مثلا -1 رقمش 1، -2 رقمش 2 بزرگتر شده، ولی خود عدده چون علامت منفی داره مقدارش کوچیک‌تر میشه و به خاطر من سمت اینا رو سمت چپ نوشتم و اعداد مثبت هم سمت راست و اینم شد مجموعه اعداد صحیح. اما دسته بعدی، مجموعه بعدی از مجموعه‌های شاخص که گفتم هر کدوم ویژگی‌های مخصوص به خودشون رو دارن و بخوایم یادآوری بکنیم، میرسیم به مجموعه اعداد گویا که با حرف کیو نشونش میدن. البته کیویی که برای مجموعه گویا میذارن، مجموعه اعداد گویا یه همچین حالتی داره، یه خط هم داخلش داره که گفتیم مجموعه اعداد گویا. برای تعریف مجموعه اعداد گویا که همه اونا رو با عددهای کسری مثلا میشناسن، عدد گویا عددهای کسری هستن، منتها یه شرطی داره. من مثلا یه دونه کسر می‌نویسم P و Q که این P و Q من هر دو باید چی باشن؟ هر دو باید عدد صحیح باشن، یعنی جزو اعداد صحیح باشن. این یه کوچولویی که اینجا من گذاشتم یه حالت خاصی هم داره، این نماد عضو بودنه. حالا در ادامه به این میرسیم و بیشتر باش آشنا میشیم که البته قبلا هم آشنا شدیم، بیشتر مثلا حالا اینو مرور میکنیم و یادآوری میکنیم. اما در حال حاضر فعلا فقط به همین بسنده میکنیم که برای اعداد گویا کسر من صورت و مخرجش جفتش اولا باید جزو عددهای صحیح باشن، یعنی مثلا 1، 2، 3، -1، -2 یا -1000 از این عددا باشن. و شرط دومی که وجود داره اینه که مخرج من 0 نباشه. پس اگر بتونم یه کسی بنویسم که این دوتا شرط رو داشته باشه، به اون میگیم چی؟ عدد گویا. مثلا آقا چه عددایی؟ مثلا 2/3 این عدد گویاه. دیگه چی؟ مثلا -4/1000 این هم یه عدد گویاه. اما اگر صورت یا مخرج من جزو عددهای صحیح نباشن، گفتیم چی؟ عدد ما دیگه گویا محسوب نمیشه. مثلا فرض کنیم من
عدد رادیکالی در نظر بگیرم، مثلا رادیکال 2 بر روی 6. عدد رادیکال 2 به روی 6. این رادیکال 2 که حالا جلوتر هم بهش میپردازیم، رادیکال 2 جزو عدد صحیح نیست، تو مجموع اعداد صحیح نیست. پس الان صورت این کسر من یه عددیه که جزو عدد صحیح نیست. پس این کسر من نمیتونم بگم یک عدد گویا محسوب میشه و جزو اعداد گویا. برسیم به مجموعه بعدی از اعداد که اعداد گنگ هستند. معمولا اینو با نماد کیو پریم یا مثلا کیو سی نمایش میدن که حالا اون حالت کیو پریمش مرسوم تره، اما من کیو پریم رو می نویسم. کیو پریم یا عددهای گنگ، تمام عددهایی که عدد گویا نیستن رو بهشون میگن عددهای گنگ. آقا این تعریفی که کردی یک مقدار عجیبه. یعنی چی عددهایی که عدد گویا نیستن؟ چطور ما میتونیم بفهمیم یه عددی عدد گویا نیست؟ وقتی عددمون مقدار مشخصی نداشته باشه و مقدار دقیقشون رو ما ندونیم، مقدار دقیقشون برامون مشخص نباشه، میشه عدد گنگ. برای مثال همین رادیکال 2 که من براتون اینجا نوشتم، رادیکال 2 یک عدد گنگه، جزء مجموع اعداد گنگ محسوب میشه. این رادیکال 2 مقدار دقیقش برای من مشخص نیست. همیشه معمولا تو حل سوال مثلا میگن اینو حدودی بگیر 1.41، ولی اگر مثلا برین تو ماشین حساب بزنین یا توی اینترنت سرچ بکنین میبینین که رقم‌های بعد از اعشار این همینجوری تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه و هیچ وقت متوقف نمیشه و الگوی خاصی هم پیروی نمیکنه، همینجوری قرقاتی تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. از همین رو میگیم که آقا مقدار دقیق اعداد گنگ رو من نمیدونم چیه. رادیکال 2 مثلا که گفتم اینجا یه عدد گنگه، رادیکال 3 هم همینطور یه عدد گنگ محسوب میشه، رادیکال 5 هم همینطور یه عدد گنگ محسوب میشه و خیلی عددهای دیگه. و آخرین مجموعه از اعداد که تقریبا توی مثلا پایه که ما هستیم، تو مقطعی که ما هستیم دیگه مجموعه مادر همه مجموعه محسوب میشه، بهش میگن مجموعه اعداد حقیقی که با یک آر و یک خط حالا صاف کنارش نشون میدن. مجموعه اعداد حقیقی. اگر بیام عددهای گویا رو و با عددهای گنگ رو کنار همدیگه بذارم، عددهای گویا اجتماعش با اعداد گنگ، عددهای گویا به اضافه عددهای گنگ، همه اینا رو کنار همدیگه بذارم سر همدیگه میشن یه مجموعه به اسم عددهای حقیقی. هر عددی که شما فکرشو بکنین تو مجموعه اعداد حقیقی میگنجه. مثلا 2 که تو اعداد طبیعی بود این خودش یه عدد حقیقی محسوب میشه. 0 که تو اعداد حسابی بود این خودش یه عدد حقیقی محسوب میشه. -3 که جزو اعداد صحیح بود این خودش چی محسوب میشه؟ یه عدد حقیقی. 2/3 -4000 رادیکال 3 رادیکال 2 رادیکال 5. تمام این مجموعه‌ای که من نوشتم، هر چیزی که من تو این مجموعه نوشتم، همشون تو مجموعه اعداد حقیقی میگنجن. این شد مجموعه خاصی که با اونا حالا جاهای مختلف سر و کار داریم. اما برسیم به یادآوری بقیه مفاهیم مجموعه. یک، عضو مجموعه. به هر کدوم از اعضای تشکیل دهنده مجموعه میگیم یه دونه عضو. بر مثال فرض کنیم مثلا من در نظر میگیرم مجموعه A، گفتیم که مجموعه رو با حروف بزرگ انگلیسی نمایش میدم. مجموعه A مثلا باشه 2. مثلا اعداد اول یک رقمی، من میخوام اعداد اول یک رقمی رو توی یک مجموعه قرار بدم به اسم مجموعه A. اعداد اولمون چی هست؟ یک رقمی ها 2 هست، 3 هست، 5 هست، بعد
7 است و دیگه همین 4 تا عدد 2 3 5 7. الان عدد 2 داخل مجموعه آ هست، به این میگیم یک عضو مجموعه آ. 3 هم همینطور، 5 هم همینطور، 7 هم همینطور. عضویت مجموعه رو بعد هر کدوم از عضوهای مجموعه رو بخوایم نشون بدیم با این نماد نشون میدیم. مثلا وقتی گفتم 2 داخل مجموعه آ هست، می‌نویسیم 2، یه دونه از این ای میذاریم، بعد می‌نویسیم مجموعه آ، یعنی 2 عضو مجموعه آ هست. یا 3 عضو مجموعه آ هست، 5 عضو مجموعه آ هست، 7 عضو مجموعه آ هست. حالا اگر یه عددی داخل یک مجموعه نباشه و بخوایم عدم عضویتش رو نشون بدیم، کافی یه خط روی این ایه بکشیم. مثلا 8، آیا 8 داخل این مجموعه هست؟ نه. پس یه خط روی ای میکشم و میگم که 8 عضویتی داخل آ نداره. اما زیر مجموعه، اگر من بیام از مجموعه خودم چند تا عضو انتخاب بکنم و اونا رو داخل یک مجموعه دیگه بذارم، داخل یک مجموعه دوم، یک مجموعه ثانویه بذارم، میشه چی؟ زیر مجموعه. مثلا فرض کنید در مورد همین مجموعه که من اینجا داشتم a مساوی با 2 3 5 7، من میام حالا مثلا عدد 2 و 3 رو برای مثال 2 و 3 رو انتخاب میکنم، میذارمش داخل مجموعه b. این مجموعه B من میشه زیر مجموعه A و اونو با این نماد نشون میدن B زیر مجموعه A. زیر مجموعه دیگه هم من میتونم برای A بنویسم. برای مثال میتونم مثلا مجموعه C رو در نظر بگیرم، 3 و 5 و 7. یا میتونم مثلا بنویسم 2 و 5 و 7. برای زیر مجموعه یک تقریبا میتونم با تمام مثلا اعضای مجموعه یه زیر مجموعه جداگونه بسازم. حالا یه نکته هم قبلا داشتیم، میگفتیم که تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه برابر با، اینجا من بنویسم تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه n عضوی، یعنی یک مجموعه دارم که داخلش n عضو قرار داره، برابر میشه با عدد 2 به توان n. الان مثلا در مورد همین آ تعداد اعضاش چند تاست؟ 1 2 3 4 تا عضو داره. من اگه بخوام تعداد زیر مجموعه های کل تعداد زیر مجموعه آ رو به دست بیارم، ببینم کلا چند تا زیر مجموعه داره، کافیه 2 رو به توان تعداد اعضاش که 4 تا بود برسونم که جواب میشه چند تا؟ 16 تا. پس مجموعه آ کلا 16 تا زیر مجموعه داره که من اینجا 2 تاشو نوشتم. اما آخرین تعریف از این مبحث مجموعه زیر مجموعه محض هست. زیر مجموعه محض چیه؟ من گفتم که برای آ میتونم بیام اعضای مختلف انتخاب بکنم، داخل یک مجموعه بذارم، بعد بشه اون زیر مجموعه. که حالا من بیام برای آ مثلا تک تک اعضاشو بنویسم، مثلا یه مجموعه دیگه انتخاب بکنم که کارم راحت تر بشه. فرض کنیم مجموعه دی با اعضای 2 و 6 و 9، این باشه مجموعه دی من. میخوام زیر مجموعه اینو بنویسم و ببینم که چه زیر مجموعه‌ای داره. زیر مجموعه های دی، یک بار میتونم بیام 2 رو تنها، عضو 2 رو تنها در نظر بگیرم و اون داخل یک مجموعه بذارم، مجموعه تک عضوی 2 زیر مجموعه دی هست. یک بار میتونم بیام 6 رو داخل یک مجموعه بذارم و این مجموعه تک عضوی 6 خودش میشه زیر مجموعه دی. یک بار میتونم بیام عضو 9 رو داخل یک مجموعه بذارم، اینم خودش میشه مجموعه تک عضوی و زیر مجموعه دی هست. بعد میام 2 و 6 رو با هم در نظر میگیرم، اینم میشه یه زیر مجموعه. و حالا الانم مثلا که این نکته رو من میدونم، میتونم حساب بکنم که تعداد زیر مجموعه این کلا میشه چند تا. 3 تا عضو داره، 2 به توان 3 میشه 8، پس تعداد کل زیر مجموعه هاش میشه 8 تا. بعد 2 و 6 رو نوشتم، میتونم
6 و 9 بنویسم و این میشه یک زیر مجموعه دیگه. میتونم یک بارم 2 و 9 رو در نظر بگیرم. 2 و 9. تا اینجا من 6 تا مجموعه رو نوشتم. 2 تا دیگه باید بنویسم. یکی از زیر مجموعه ها میشه زیر مجموعه تهی که هیچ عضوی نداره و هر مجموعه‌ای یک زیر مجموعه تهی داره. یعنی مثلا مجموعه دی من یا مجموعه ای من یک زیر مجموعه تهی داره که زیر مجموعه تهی رو با همین نماد مجموعه که داخلش هیچی نیست نشون میدن، یا میتونیم با یه همچین نمادی هم نشون بدیم که اینم نماد تهیه. پس اون یکی زیر مجموعهش هم شد مجموعه تهی و آخرین زیر مجموعه میشه خودش 2 6 و 9. پس هر مجموعه خودش زیر مجموعه خودش هم هست. الان مثلا A 2 3 و 57 خود مجموعه 2 3 و 57 میشه زیر مجموعه A. اما تو زیر مجموعه محض حالا این میشه کل تعداد زیر مجموعه یک مجموعه. الان مثلا در مورد مجموعه D کل تعداد زیر مجموعه شد این به این صورت. اما تو زیر مجموعه محض میاد که آقا این مجموعه آخری رو چیکار کن؟ بذارش کنار. خود مجموعه رو توی زیر مجموعه ها چیکار کن؟ حساب نکن. تمام زیر مجموعه یک مجموعه به غیر از خودش. اگر بیایم این کار رو انجام بدیم به این زیر مجموعه میگن زیر مجموعه محض، زیر مجموعه های محض یک مجموعه. و این هم شد مفهوم مجموعه و یک یادآوری بود از مباحثی که قبلا توی متوسط اول خوندیم. اما برسیم به اعمال جبری روی مجموعه ها. اعمال جبری یعنی چی؟ یعنی مثلا ما بیایم دو تا مجموعه رو با هم جمع بکنیم، اعضاشو با هم جمع بکنیم، ببینیم مثلا چه اعضایی مثلا به صورت مشترک داخلشون هست، یا اینکه چه اعضایی رو مثلا میتونیم توی بگیم که آقا یکیش مثلا توی یه مجموعه است یکیش توی مجموعه دیگه. بریم یه مثال حل بکنیم این مفهوم رو بهتر متوجه بشیم. فرض کنیم من یه مجموعه میگیرم 2 3 و 4، یه مجموعه میگیرم 4 و 5 و 6. مجموعه A 2 3 و 4، مجموعه B 4 5 و 6. اشتراک دو تا مجموعه میشه اعضایی که هم توی مجموعه اول هست هم توی مجموعه دوم. الان مثلا در مورد A و B ببینید A اعضاش 2 3 و 4، B اعضاش 4 و 5 و 6. تنها عضوی که هم توی A هست هم توی B عضو 4 هست و اشتراکو با این نماد نشون میدم. یک حالت یو برعکسه. میخونیم A اشتراک B مساویه با چی؟ گفتم فقط عضو 4 تو هر دو تا مجموعه پیدا میشه که اینجا داخل یک مجموعه دیگه میذارمش. و حالا مثلا توی این شکل نگاه بکنین. فرض کنیم مثلا این دو تا دایره من مجموعه هم هستن. دایره سمت چپ فرض کنیم مجموعه A باشه، دایره B دایره سمت راستی مجموعه B باشه. بعد میخوام ببینم که مثلا روی شکل و روی این حالا نمودار که به این میگن نمودار ون، حالا مفهوم اشتراک به چه صورته. ببینین الان این B من هست، این آبی هم A من هست. این وسطشون که یه جورایی با همدیگه همپوشانی دارن و تداخل دارن اینجا میشه چی؟ این میشه اشتراک دوتا مجموعه، چون اعضایی هستن که هم داخل این آبیه یافت میشن همین سبزه اونا رو پوشش میده و این میشه چی؟ اشتراک دوتا مجموعه روی نمودار ون. حالا اجتماع دوتا مجموعه، تمام اعضایی که حداقل توی یکی از دوتا مجموعه هستن میشن اجتماع دوتا مجموعه. وقتی ما بیایم تمام اعضا رو با هم دیگه مثلا توی مجموعه دیگه بذاریم میشه اجتماع. در مورد این دوتا مثالی که اینجا زدم A 2 3 و 4 و B 4 و 5 و 6، نماد اجتماع دوتا مجموعه یه دونه حالت یو مانند هست. A اجتماعش با یو میشه تمام اعضایی که یا توی A هستن یا توی B. الان مثلا A اعضاش چیه؟ 2 3 و 4. من اینا رو می نویسم. بعد
B ازش چیه؟ 4 و 5 و 6. خب 4 رو که اینجا نوشتم، 5 و 6 هم میام مینویسم. الان اعضای دو تا مجموعه رو کنار هم گذاشتم و داخل یک مجموعه دیگه ریختم. این شد چی؟ اجتماع دو تا مجموعه. حالا میخوام ببینم که اجتماع دو تا مجموعه روی نمودار ون به چه صورته. اینجا من شکلش رو قبلا کشیده بودم، اگر بتونم بیارم رو. خب این مثل اینکه سر ناسازگاری گذاشته. از این شکل پایین ببینم میتونم استفاده کنم. خب الان من میام برای مثال همون مجموعه سمت چپی فرض کنم همون A باشه، مجموعه سمت راستی هم B باشه. اجتماع دو تا مجموعه میشه چی؟ میشه جمع هر دو تا مجموعه. الان A که اینجا بود، B هم که اینجا بود. الان کل این دو تا دایره رو که گفتم بهش میگن نمودار ون، کل اینو بیام در نظر بگیرم، میشه چی؟ میشه اجتماع مجموعه A و B. و اما برسیم به آخرین تعریف از اعمال جبری مجموعه و تفاضل دو مجموعه. وقتی صحبت از تفاضل دو تا مجموعه میشه، مثلا فرض کنین به ما بگن برای مثال A منهای B یا B منهای A، یعنی که آقا بیا مثلا در مورد A منهای B، یعنی آقا بیا از مجموعه A اون اعضایی از B که داخل A هستن و ازش بذار کنار. الان اشتراک A و B چی بود؟ یه دونه 4 بود دیگه، یعنی این 4ی که مثلا داخل B هست داخل A هم هست. الان A منهای B یا تفاضل B از A چی میگه؟ میگه که آقا این 4ی که داخل B هم هست و بیا از اینجا چیکار کن؟ حذف بکن و بذارش کنار. میشه چی؟ 2 و 3. اون عضو 4 من انداختم کنار. یا در مورد B منهای A، اینم دوباره همون حرفو میزنه. میگه آقا اون عضوی از A که داخل B هم هست و اونو بیا بذارش کنار، که میشه چی؟ الان 4ی که داخل A هست و میذارم کنار، میمونه 5 و 6. این میشه B منهای A. خب حالا شکلشون نمودار ون چطور میشه؟ الان فرض کنین که مثلا حالا نامگذاری من انجام بدم، این A و اینم B به همون حالت سابق، اینم همینطور. خب این هم باشه برای مثال B، سبز هم باشه B. خب میام از A اونجاهایی که با B اشتراک داره، یعنی اون عضوایی از B که داخل A هست رو میذارم کنار. میشه کجا؟ میشه این وسط. اینو میذارم کنار. اون چیزی که باقی میمونه، حالا یک مقدار قشنگتر بخوام اینو انجام بدم، اینو من میذارم کنار. الان چی باقی مون؟ این یه تیکه آبیه. به این تیکه آبیه میگن A منهای B. در مورد این یکی چطور؟ تو اینم دوباره همون وضع من دارم. این همون A من هست، این سبزه هم میشه B. برای به دست آوردن B منهای A میام اون بخشای از A که داخل B هست رو کنار میذارم، یعنی اینجاها. اینا داخل A، خب اینا اعضای A که داخل B هم هست. در واقع میشه همون اشتراکشون.
اینا رو میام کنار میذارم. الان این تیک سبزی که باقی مونده میشه چی؟ بی منهای آ. و اینم شد تعریف تفاضل دو تا مجموعه، تعریف در واقع مفهوم تفاضل دو مجموعه. اما بریم یک مثالی حالا کاملتر از این حل بکنیم. گفته که مثال یک، اگر A مجموعه تمام مضارب تک رقمی یک رقمی 2 باشه و B مجموعه تمام مضارب یک رقمی 3 باشه. خب مضارب یک رقمی 2 چی میشه؟ میشه 2 ضرب در 1 میشه 2، 2 ضرب در 2 میشه 4، 2 4 6 8 و چون گفته یک رقمی یعنی دیگه ماکسیموم عددی که میتونی انتخاب بکنی 9 دیگه نمیتونی بری 10. خب اینو بذار داخل مجموعه A. 2 4 6 و 8 شد اعضای مجموعه A من. خب برای B چطور؟ گفته مضارب تک رقمی 3 باشه که میشه 3 6 9. اینا رو میذارم داخل مجموعه B. حالا گفته که بیا این چیزایی که این پایین نوشتم برام حساب بکن. اولی گفته A اشتراکش با B. در مورد A اشتراکش با B یا اشتراک دو تا مجموعه چی گفتم؟ باید بیام ببینیم کدوم اعضا داخل دو تا مجموعه یافت میشن، اونا رو بذاریم چی؟ داخل اشتراکشون. الان A اشتراک با B میشه، نگاه میکنم اینجا 2 4 6 و 8 مثلا از بین اینا فقط 6 هست که توی جفتشون پیدا میشه، بقیه اعضا هیچ اشتراکی با هم دیگه ندارن، پس فقط عدد 6 و عضو 6 رو میتونم داخل اشتراکشون بذارم. در مورد اجتماع چی گفتم؟ میایم هر چی A داره هر چی B داره اینا رو میذاریم کنار هم، میذاریم داخل اجتماع. A چیا داره؟ 2 4 و 6 و 8. B چی داره؟ 3 و 6 و 9 که 6 رو من یه بار نوشتم دیگه نمی نویسم، میشه 3 و 9. الان این هم شد چی؟ اجتماع دوتا مجموعه A و B من. خب حالا گفته A منهای B رو به دست بیار. برای به دست آوردن A منهای B کافیه بیام اون اعضایی از B که داخل A هم یافت میشه رو بذارم کنار. یا گفتم به طور خلاصه یعنی آقا بیا اشتراکشون رو بنداز دور، که میشه چی؟ وقتی اشتراکشون 6 بود دیگه، وقتی 6 رو بذارم کنار چی میمونه؟ 2 و 4 و 8. و آخری هم که گفته B منهای A. برای B منهای A هم همینطور 6 رو باید بندازم دور، چی میمونه؟ 3 و 9. پس این هم شد جواب این مثال من که گفته بود مجموعه A باشه مضارب یک رقمی عدد 2 و مجموعه B باشه مضارب یک رقمی عدد 3 و بیا حالا اینها رو برای من حساب بکن. اما برسیم به یه نکته‌ای که در مورد مجموعه خاص میشه اونو بیان کرد و رابطه زیر مجموعه بودن رو میاد برای مجموعه خاص بررسی میکنه. خب ما گفتیم اگر از یک مجموعه‌ای بیام یه سری عضو رو انتخاب بکنم و داخل یک مجموعه دیگه بذارم میشه چی؟ زیر مجموعه. در واقع این زیر مجموعه از اون مجموعه اصلی چیه؟ کوچیک‌تره، اعضای کمتری داره. خب با همین توصیف با همین حساب من میتونم بگم که مجموعه اعداد طبیعی چیه؟ زیر مجموعه اعداد حسابیه. چون عدد حسابی تمام اعضایی که اعداد طبیعی داشتن و داخلش میشد مثلا دید یه دونه تازه عضو صفر هم اضافه داشت، پس مجموعه اعداد طبیعی میشه چی؟ زیر مجموعه اعداد حسابی. حالا خود مجموعه اعداد حسابی میشه زیر مجموعه اعداد صحیح. چرا؟ چون علاوه بر تمام عددهایی که داخل مجموعه اعداد حسابی یافت میشن اعداد منفی هم داخل Z هستن یا داخل اعداد صحیح هستن و این به همین ترتیب اتفاق میفته. حالا خود Z زیر مجموعه چی میشه؟ زیر مجموعه عددهای گویا. مثلا منفی 1 خودش زیر مجموعه اعداد گویا. من میتونم مثلا منفی 1 رو بنویسم منفی 1 یکم، الان این شد یه عدد کسری که میشه همون عدد گویا. یا مثلا فرض کنین 3 رو که 3 و منفی 1 هر دوشون عضو زدن دیگه، 3 رو میتونم بنویسم 3 یکم. این خودش چیه؟ زیر مجموعه ای از این خودش یک عضو از اعداد گویا. این یه عدد کسری خودش یه عدد گویاه. پس با همین توصیف من میتونم بگم که
مجموع اعداد صحیح هم چی هن؟ زیر مجموعه عددهای گویا. و عددهای گویا هم زیر مجموعه چی میشن؟ عددهای حقیقی. نگین عددهای گنگا. عددهای گویا و عددهای گنگ هیچ شراکتی با همدیگه ندارن، هیچ دوستی با همدیگه ندارن. نباید به این عدد گویا زیر مجموعه عدد گنگه. عدد گویا میشه زیر مجموعه عددهای حقیقی که گفتم تو درسی که ما باهاش سر و کار داریم، تو مقطعی که ما هستیم، بزرگترین مجموعی که میتونیم پیدا بکنیم مجموعه اعداد حقیقیه. اما مجموعه اعداد گنگ چطور؟ عدد گنگ حالا با هیچ کدوم از اینا دخلی نداره، فقط میتونیم بگیم که مجموعه اعداد گنگ زیر مجموعه اعداد چیه؟ حقیقی. و این میشه رابطه زیر مجموعه بودن برای مجموعه های خاص. اما یک نکته اینجا من میخوام بگم، حالا توی ویدیوها مثلا ممکنه به دفعات ببینید که من بعضی نکات رو نوشتم بیشتر بدونید. این بیشتر بدونید ها برای همه دونستنش ضروری نیست و توی کتابتون هم نیامده و ممکن حالا سالهای آینده بخونین، ولی توی مثلا پایه دهم همچین نکته توی کتابتون نداریم و توی امتحاناتتون هم نمیاد. ولی من اینو برای بچه‌ای که مثلا میخوان یه سری مطالب بیشتر و سوای مثلا کتاب درسیشون توی سطح بالاتری بدونن، این نکات رو گذاشتم به عنوان بیشتر بدونید. حالا تحت عنوان بیشتر بدونید میریم بررسی بکنیم که انواع اعداد اعشاری چی هستن. ببینید عددهای اعشاری که من دارم کلاً 3 تا حالت داره، یا یعنی تو 3 حالت دسته‌بندی میشه: الف اعداد گویای مختوم، ب اعداد گویای متناوب و حالت پ اعداد گنگ. حالا بریم ببینیم چی هستن. اعداد گویای مختوم میگه که مخرجش متشکل از دو عدد اول 2 یا 5 باشه. آقا این یعنی چی؟ چقدر تعریف مثلا سختیه. بهت میگم یعنی چی. فرض کن مثلا 0.25 صدم. مختوم یعنی چی؟ یعنی تموم شده، یعنی یه جایی تموم میشه. الان ببینید 25 صدم دیگه بعد از این 5 دیگه هیچ عددی ندارم دیگه، اینجا تموم شده دیگه. پس بهم میگن یه عدد گویای چی؟ مختوم. و بعد از 5 دیگه تموم میشه، خاتمه پیدا میکنه. حالا اگر من اینو به صورت کسری بنویسم، قبول دارین که 25 صدم برابر با 1/4، که اگر 4 رو بیام تجزیه بکنم میشه 2 ضرب در 2. الان به این نکته میرسم اینجا، عددهای گویای مختوم اگر بیایم کسرشون رو تجزیه بکنیم و حالا متشابه ها رو با هم یه ساده بکنیم، آخرش چیزایی که میمونه توی مخرج عددهای اول 2 یا 5 هستن، یعنی یا 2 یا 5. مثلا یه مثال دیگه بررسی بکنیم. 35 صدم. 35 صدم رو خب الان خیلی راحت میتونم بگم مختومه دیگه، چون بعد از 5 دیگه هیچ عددی نمیاد و همینجا تموم میشه. اگه اینو بیام به صورت کسری بنویسم میشه چی؟ 35 تقسیم بر 100. میام اینو مثلا به 5 ساده میکنم. اگه به 5 ساده کنم صورتم میشه 7. 7 5 تا 35 تا 35 رو تقسیم بر 5 کنیم میشه 7. 100 هم به 5 ساده کنم میشه چند؟ 20. حالا مثلا میتونم بیام 7 که خودش یه عدد اول دیگه تجزیه نمیشه، میتونم 20 رو بیام تجزیه بکنم بنویسم 2 ضرب در 2 ضرب در برای مثال 5. الان کسر من ساده شده و اومدم صورت مخرجش هم تجزیه کردم. الان میبینم توی مخرجش فقط 2 تا عدد اول 2 یا 5 هست، به غیر از اینا هیچ چی نیست دیگه. پس این شد چی؟ عدد گویای مختوم. وقتی بیایم سادهش بکنیم و تجزیه بکنیم تو مخرجش فقط 2 تا عدد اول 2 یا 5 میونه. خب حالا که اینو فهمیدیم بقیه دیگه برامون درکش راحت تره. برسیم به عدد گویای متناوب که خودش 2 تا حالت داره: عدد گویای متناوب ساده یا متناوب مرکب. تو ساده میگه که آقا اگر بیا همین کارا که برای مختوما انجام دادی بیای برای ساده انجام بدی، مخرجش فقط چه عددی میمونه؟ عدد اولی هست به غیر از 2 یا 5. یعنی وقتی بیای تجزیه بکنی اون عدد اول داخل مخرجت هر چیزی هست به غیر از 2 و 5. خب یعنی چی؟ برای مثال فرض کنیم مثلا
عدد 2/9. حالا اصلا بگم که این متناوب بودنش یعنی چی. ببینید متناوب بودن مثلا تناوب یعنی که آقا یک شکلی همینجوری با همون الگو پشت سر هم تکرار میشه و هی همون شکل رو تکرار میکنه. مثلا فرض کنین من بیام اول اینجا کسرشو بنویسم، اعشاریشو بنویسم. مثلا فرض کنین عدد 0.2 این دو همینجوری تا آخر ادامه پیدا بکنه. یعنی من یه دونه 2 دارم، این تا آخر همینجوری متناوب تکرار میشه، همینجوری تا آخر این 2 میاد، هیچ وقت هم تموم نمیشه. به میگن چی؟ عدد گویای متناوب که میشه متناوب ساده. اینو میتونم به صورت خلاصه به این صورت نمایش بدم 0.2 بعد بالای اونجایی که تکرار میشه بالاش چیکار کنم؟ یه دونه خط بذارم که این نشون دهنده اینه که آقا این 2 شما به تکرار میشه و تناوب روی 2 هست. حالا این 2/10 من اگر بیام به صورت کسری بنویسم برابر میشه با 2/9. اگر بیان دو رو تقسیم بر 9 بکنه حالا توی ماشین حساب برابر با یه همچین عددی به دست میاد 0.222 که این گفتم این اشاراش ادامه پیدا میکنه و هیچ وقت تمام نمیشه. حالا میام 2/9 رو ساده میکنم و تجزیه میکنم به مضارب اول. 2 که خودش یه عدد اوله، 9 هم میتونم بنویسم 3 ضرب در 3. او چی شد؟ الان اینجا نگاه میکنم میبینم که مخرجشو به عددهای اول تجزیه کردم، بعد عدد اولش 2.5 نیست، یه چیزی غیر از 2.5. پس رسیدیم به همین مفهوم که اینجا گفته بود. پس هر موقع شما یه کسی داشتین که بعد از ساده کردن و تجزیه کردن مخرجش به همچین چیزی تبدیل شد، میدونی که آقا چیه؟ متناوب ساده است. و برسیم به مورد بعدی که عدد گویای متناوب مرکب هست. توی مرکب میگه که آقا وقتی بیا کسرت ساده بکنی علاوه بر 2 یا 5 عدد اول دیگری هم داره. یعنی مثلا آقا توی ساده ها میگفت 2 و 5 نداره، تو مرکب میگه که 2 و 5 رو ممکنه داشته باشه، به غیر از اون عدد اول دیگری هم داره. یعنی چی؟ مثلا فرض کن 12/90. من میام اینو چیکار میکنم؟ اول میام ساده میکنم. 12 رو تقسیم بر 6 میکنم مثلا میشه 2. 90 هم تقسیم بر 6 میکنم میشه 15. خب حالا میام اینو تجزیه میکنم به عوامل اول. 2 که خودش عدد اول دیگه تجزیه نمیشه، من اینجا مینویسمش. 15 رو میتونم بنویسم 3 ضرب در 5 که 3 و 5 خودش هر جفتش عدد اول. حالا گفته بود چی؟ مخرج علاوه بر 2 یا 5 عدد اول دیگه داره. الان من میبینم 5 رو اینجا دارم، بعد به غیر از خود 5 یه عدد اول دیگه که 3 باشه هم دارم. حالا مقدار این 12/90 هم به صورت اعشاری میشه 0.13 3 و این 3 تا آخر ادامه پیدا میکنه. پس الان نگاه بکنم فرق متناوب ساده با متناوب مرکب اینه که هرچی توی اعشار ساده باشه تکرار میشه. الان مثلا اینجا 2 توی اعشارش بوده تکرار شده، ولی توی مرکب 0.13 1 و 3 توی اعشارش هست ولی فقط 3 تکرار شده که اینو می نویسم 1 3 بالای 3 از این خطا میذارم. پس تا اینجا عدد گویای مختوم خوندم که گفتم در مورد مختوما میتونیم بگیم که رقم اعشار تموم میشه. در مورد متناوب گفتیم چی؟ رقم اعشار به صورت الگو تکرار میشه. من یه الگویی میتونم تو عدد پیدا بکنم که همینجوری پشت سر هم تکرار شدن. اینجا مثلا 2 اون الگوی من بود که همینجوری تکرار میشد، یا توی پایینی 3 نگیم 13 و 3 اون الگویی بود که همینجوری تکرار میشد. بعد بریم سراغ دسته آخر از انواع اعداد اعشاری که اعداد گنگ میشه. عددهایی که نه مختوم باشن نه متناوب بهش میگن عددهای گنگ.
مقدار دقیقی هم نداره. من دوباره توی تعریف مجموع اعداد گنگ گفتم که مقدار دقیق ما نمیتونیم برای اعداد گنگ پیدا بکنیم. برای مثال یه دونه از اعداد گنگ معروفی که من میشناسم عدد پی که مقدارش چنده؟ حدودی، مثلا حدودی که نه، مثلا تا چند رقم اشار 3-14 15 19 و این همینجوری ادامه پیدا میکنه. الگویی هم نیست که مثلا مثل عددهای متناوب بگم یه الگویی هست مثلا همین 14 15 19 باز دوباره تکرار میشه، نه، همینجوری شلوغ پلوغ هر عددی ممکنه باشه. مثلا اینجا ممکنه بعد از 19 نمیدونم 2 بیاد، 7 بیاد، 8 بیاد و رقم اعشارش هیچ وقت تمومی نداره و مقدار دقیقش رو من واقعا نمیدونم چیه. بعد یا مثلا 0.10 100 1000 10,000 و الی آخر. این هم یه عدد چیه؟ گنگ و مقدار دقیقش رو نمیدونم. همینجوری این ادامه پیدا میکنه. نه یا این بگین که این الگو داره، نه این بگین که این داره متناوب تکرار میشه، نه، درسته که این 10 100 1000 10,000 اینا مضارب دهن، ولی توی متناوبا فقط یه تیکه تکرار میشه. مثلا اگر این بخواد متناوب باشه باید فقط 10 تکرار بشه، بقیه هم هی 10 باشه، یا مثلا فقط 100 تکرار بشه، بقیه همش 100 بیاد. نه اینکه این اومده مضارب 10 رو به کار برده. پس اینم چیه؟ یه عدد اعشاری گنگه. و مثلا رادیکالی ها ما میتونیم مثال بزنیم. رادیکال 2 که مقدارشو گفتم تقریبی مثلا می‌نویسیم 1.41. رادیکال 3 که فکر کنم حدودا 1.7 می‌نویسنش و اینا همینجوری ادامه پیدا میکنه، فکر نکن اینجا تموم میشه. رادیکال 5 که اینم به صورت تقریبی می‌نویسن 2.2 و اینم همینجوری ادامه پیدا میکنه و همینجا تمام نمیشه. رقم اعشارش تمومی نداره، ادامه پیدا میکنه و هیچ الگوی خاصی هم نداره. پس عددهای گنگ هم شد چی؟ رقم اعشار بدون الگوی خاصی ادامه پیدا میکنه. اما برسیم به بحث بعدی که میایم انواع مجموعه ها رو از نظر تعداد اعضا بررسی میکنیم. از لحاظ تعداد اعضا میتونیم مجموعه رو به دو تا دسته کلی، مجموعه متناهی و مجموعه نامتناهی دسته‌بندی میکنیم. آقا متناهی نامتناهی یعنی چی؟ خیلی ساده. متناهی یعنی محدود، نامتناهی یعنی نامحدود. اگر یه مجموعه تعداد اعضاش محدود باشه و یه جایی تموم بشه بهش میگن چی؟ مجموعه متناهی. اگر یه مجموعه تعداد اعضاش نامحدود باشه و هیچ وقت تموم نشه بهش میگن نامتناهی. برای مثلا فرض کنین اعداد اول یک رقمی رو که توی یک مثال دیگه هم بررسی کردیم. چیا بودن؟ 2 3 و 5 و 7. الان من کلا 4 تا عضو دارم دیگه، همینجا تمام میشه و تعداد اعضاش محدوده. پس این میشه چی؟ یه مجموعه متناهی. یا مثلا برای مثال تعداد انسان‌های روی زمین، این هم چیه؟ یک مجموعه متناهیه. نه ببینید آقا مثلا تعداد انسان‌های روی زمین خیلی زیاده و ما مقدارشون از ذهن مثلا خارجه. زیاد هست و مقدارشون خیلی مثلا مقدار زیادی هست ولی تموم میشه. مثلا اگه 8 میلیارد آدم داشته باشیم بعد از 8 میلیارد دیگه تموم میشه، دیگه نمیتونیم این واقعا همینجوری ادامه پیدا میکنه تا آخر سر. و روی همین حساب میتونیم ببینیم که انسان‌های روی زمین یک مجموعه متناهی رو تشکیل میده. حالا بریم سراغ مجموعه نامتناهی که گفتم تعداد اعضاش نامحدوده. برای مجموعه متناهی مثال زدم، مثلا اعداد اول یک رقمی. حالا شما بیاین کل اعداد اول رو در نظر بگیرین. بعد از 2 3 و 5 و 7 من 11 رو دارم، 13 رو دارم، بعد برای مثال 17 رو دارم، 19 رو دارم، دیگه 23 رو دارم، بعد براتون بگم که دیگه 29 هم دارم. اینا همشون چیه؟ عدد اول و همینجوری ادامه پیدا میکنه تا بی‌نهایت و هیچ وقت نمیتونم بگم که عدد اول یه جا تمام میشه.
پس مجموعه اعداد اول میشه یک مجموعه چی؟ نامتناهی. یا مثلا مضارب طبیعی عدد 10. مضارب 10 کدومان؟ 10، 100، 1000، 10,000. آیا اینا تموم میشه؟ نه. من میتونم تا صبح بشینم اینا رو بنویسم بازم تموم نمیشه، بازم تمومی نداره. پس مضارب طبیعی هم مثلا یک مثالی میشه از مجموعه نامتناهی. حالا خودتون مثلا فکر بکنین ببینید مثلا دور و براتون یا حالا چیزایی که باشون سر و کار دارین چه مجموعه مثلا متناهی محسوب میشن، چه مجموعه های نامتناهی محسوب میشن و اونا رو توی ذهن خودتون در نظر بگیرید. اما تا اینجا باشه برای قسمت اول، یعنی در واقع پارت اول از قسمت اول فصل 1 که در رابطه با مجموعه میشه. من ادامه ویدیو رو برای اینکه حالا تایم ویدیو خیلی زیاد نشه و دانلود کردن و مشاهده کردن این ویدیو براتون مقدور باشه و آسان تر باشه، این ویدیو رو فعلا به همینجا در همینجا به اتمام میرسونم و ادامه ویدیو رو توی پارت 2 ضبط میکنم. فعلا خسته نباشید.